سلام، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب، خوش و سلامت باشید. خوش اومدین به اپیزود 4 واکتوری پلاتینوم تراپی بازی 3 کیلو شلوزای تویس. توی اپیزود قبل اکتین پرانگاس اول بازی رو زدیم و وارد قلعه آشینا شدیم. چند تا سال کویست استارت کردیم، پراگرس کردیم توی بازی، یکم قوی‌تر شدیم، به سری آیتم هایی که به تروفی ربط دارن برداشتیم و کار خوب رو انجام دادیم. اپیزود طولانی بود اما ارزشش رو داشت. من سعی کردم که وقفه نیفته، به خاطر همین من اپیزود 3 رو یکم طولانی‌تر ضبط کردم، چون میخواستم پیوستگی حفظ بشه، اون ریتم بازیتون رو از دست ندید. شما که دارید با من، اگر با من با واکتوری من دارید بازی رو تمام میکنید، واسه اون ریتم بازیتون کن نشه و بازی از دستتون رو در نره، نفهمید چه اتفاقی داره میفته. برای همین من اپیزود 3 رو طولانی‌تر کردم، اما از این اپیزود من تقریبا مگر اینکه جایی مجبور بشیم اپیزود رو طولانی‌ترش کنیم این کار رو انجام میدیم. در بین صورت اپیزودامون برمیگرده حداقل به 1 ساعت 1 ساعت و نیم نهایتا تمومش میکنیم. اما توی این اپیزود میریم به ادامه باغ‌سازی قلعه آشینا. احتمال داره بریم بخشی از مسیری که به سمت پرانگاس دوم میره رو انجام میدیم، برسیم توی این اپیزود پرانگاس دوم میزنیم، نشد توی اپیزود بعد قطعا میریم سراغ پرانگاس دوم و بلافاصله پرانگاس سوم رو میزنیم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. حالا ببینیم ریتم بازی، حالا یا اینکه نحوه گیم پلی من، اینکه چند بار توی بازی میرم، اینا همش تاثیر گذاره. تا اینجا خوب پیش رفتیم، تعداد مردم کم بوده و سرعت خوبی هم اومدیم، یعنی راضی هم، یعنی فعلا تا این لحظه. بریم ببینیم که توی این اپیزود چه اتفاقاتی قراره بیفته. خب ما توی اپیزود قبل تا مسیر تقریبا تمام بونفایرهای آشینا کسل رو باز کردیم، یعنی همش رو باز کردیم دیگه، چیزی نموند که باشه. فقط 2 تا منطقه موند که پاکسازیش مونده، یکی اولدگریو و یکی هم آشینا رزووا که اینا رو بعداً میریم کاراشو میکنیم. فعلا توصیه نمیکنم بیان این 2 تا منطقه رو، مخصوصا آشینا رزووا. توی این اپیزود من میخوام برم سمت سمپو تمپل و ببینیم داستان از چه قراره. خب من فست رابط میکنم توی سمپو تمپل که ببینیم به کجا میرسیم در نهایت. خب ما توی اپیزود قبل رسیدیم به اینجا و با این شخصیت صحبت کردیم که گفت راهبای سمپو تمپل از مسیر تعلیمات بودا خارج شدن و راه اینجا رسیدن به جاودانگی را پیش گرفتن و ما گفت که نرو جلوتر، برگرد، ولی اگر میخوای بری با خودته دیگه، یعنی من جلوتا نمیگیرم. من میبینم که تصمیم گرفتی ادامه بدی و من برای تو دعا خواهم کرد که در امان باشی. این تنها کاریه که از دست من برمیاد، یا تنها کاریه که میتونم برات انجام بدم. خب یه گاچین اونجا برداشتیم
اما بچه بیاین این طرف و بیاین اینجا یا آیتم اسکراب آیرون که گفتم متریال آپگرید شینوبی طولاتونه. این شخصیت رو بچه صحبت نکنید باش فعلا، این خیلی ساید کوست جالبی داره. اما میایم اینجا روش لاک میکنیم و یه دسپلو مهمونش میکنیم. خب میایم اینجا، میایم پایین، اینجا یه آیتم برمیداریم، میوه بالا ناب اسپریت و گاچینز شوگر. اما یه رت میبینیم اینجا. میکنیم و تعدادی اسپریت ببرد. اگر به اینجا دقت کنید یه حالت چرخ میبینید، چرخ چاق که حالا به تناب بسته و رسیده به یه بادبادک. فلای کایت میزنیم و میچرخونیم میره بالا. خب من اینو ولش میکنم. چه اتفاقی میفته؟ این بر میگرده. اما این چجوری من اینو نگهش دارم؟ این یک پازلی است که توی جریان بازی قراره حلش بکنیم، اما اینکه این پازل چجوری حل میشه رو بعداً بهتون میگم. خب فعلا با اونجا کاری نداریم و میایم کجا بود؟ آره اینجا. نگاه کن. میام این بالا، میام اینجا یه دبل جامپ میام و اینجا میشینم توی علم. خب اینا راهبه‌های سمپل تمپل هستن که گفتن در مسیر جاودانگی قدم برداشتن. اما اینا رو بلشون کنید. میخوام بیام این سمت، بیاین این پشت بچسبیم به اینجا و اینا دسپلوش و سریعا این شخصیت رو دسپلو کنید. بیاین اینجا و این شخصیت هم رو دسپلو بزنید. اما اینجا که لوتی نیست، فقط یه لوت این بالاست که ایوی کوین پرسه، اما بعدا برمیداریم. فعلا یکم بچه ها بیاین جلو تا اون راهبا شروع کنن حرکت کردن. دلیلش بیاین پشت. یه چند تا راه میبینین از اون طرف میان که شما اگر بریم جلو مستقیم باشو درگیر بشین، اینا میریزن سرتون و یه مقدار کارتون سخت میشه. اینکه الان قدرتشو ندارید و یه مقدار اذیت میشید. خب من اون جلویی ها میخوام دسپلوش کنم. میام اینجا لاک و فرار فاینکس. بیاین عقب مبارزه کنیم. اصلا قرار نیست با خودمون رو درگیر کنیم که بگیم وای الان بیاین عقب یه بار دیگه. وای اشکال نداره. خب و بذارین اسکیلام. آره ببینید وقتی من دسپلو میزنم یه بخشی از جون من بر میگرده. دقت کردید؟ این به خاطر همون برسه لایفی بود که من گرفتم. خب میام اینجا، میام سریعا این پشت میشینم، بعد میام بالا. هیچی هم بچه لوت نکنید، یعنی نرید دنبال آیتم و اینا چون تعداد اینا خیلی زیاده. میبینید یکی اینجاست، 2 تا اون جلو ایستادن، 3-4 تا این طرف هم بریزن سرتون میتونن خیلی اذیتتون کنن. برای همین بچه عجله نکنید، بذارید اونا مسیر کامل برن جلو، برگردن برن به سمت اون طرف، سمت راست، دوباره سمت پایین تا من بهتون میگم چیکار کنید. خب اصلا عجله نکنید تو این مناطق.
بذارید صبور باشید. میخوایم این منطقه رو تقریبا با استلس بریم جلو، چون قدرتشون زیاده، به راحتی میتونن شما رو بکشن. دیدین نیرمون اتکشون رو دیگه. خب رفتن تا انتها، بعد الان میچرخن و دوباره همین مسیر رو برمیگردن. خب خوبه؟ بزنید یک کم دیگه دور بشن. عالیه. حالا خیلی آروم از پشت میایم اینجا، اتفاقا بر میداریم و این شخصیت رو دسپلو میکنیم. دوباره کاری که میکنیم، میخوام این شخصیت رو دسپلوش کنم. وای نذاشتن یعنی خب بیاین عقب. خب یه پلت که جونم پر بشه، تیر کانتر. خب این یکی از شخصیت‌های بد بازیه که خب این نفره برسه. خب بزنیم بیان جلو، شما نرید جلو، اونا هم که با شما کار در نمون. خب این هم نفره بعدی میمونه. فکر کنم یکی دیگه، یکی یا دو تا دیگه، بیشتر نیست اگر اشتباه نکنم. خب تا اینجا که همه چیز خوب. اینجا من میپریدم این بالا. بیا اینجا بلتا برداری. فکر میکنم یکی دو تا دیگه هم باشن اینجا، نیستن همشونو؟ آره همشونو زدیم. خب بیاین اینجا اسپیدمنه و بیاین بالا. یه هیوی کوین پرس هم اینجا داریم. خب این منطقه رو ما به راحتی بدون دردسر کاهسازی کردیم و بیاین این بالا. بیاین اینجا و اینجا لبه رو بریم. با خیال راحت آکوس شوگر رو بر و بچه های شخصیت ها رو به یاد داشته باشید. من در موردشون صحبت میکنم براتون. میبینید 1 2 3 4 و 5 تا مجسمه اینجاست. خب بهتون میگم اینا چی هم. خب میان روی رود چوریکنمون ایشون رو اینجا میزنیم و بیاین بچسبیم پشت. عجله هم نکنید اصلا. مسیر این شخصیت ها رو ما میخوایم بسنجیم. خب میام این پشت. چرا من دیسپلو نکردم اینا رو؟ واقعا چه حماقتی کردم من. این یکیشون بیاین عقب، بیاین اینجا، بیاین بالا. در سوتی پشت سوتی و یه اینا من با چیز میزنمش. خب
بشم. تو هم بیا. خب تو نمیاد. بیا آشغاله عوضی. میخوای برگردی یا نه؟ آفرین. اینم هست. خب اما بچه ها یه آیتم این جلوی اینه که گردسیده، بردارید و فرار. وای نستید این شخصیت رو ولش کنید. چرا میگم؟ الان ببینید خب نگاه کنید. حالا یادتونه اینا زنده میشن و نمیمیرن. دلیل این که من میگفتن دنبال جاودانگی بودن راهبای معبد سنپو، پس به جاودانگی رسیدن. اما این مجسمه ها و این فرفرهای قرمز رو نگاه کنید. میبینید اینا داستان داره. اینا میازاکی همینجور نذاشته اینا رو توی بازیش. اینا دلیل داره همش. میایم اینجا. خب بچه توصیه که میکنم، یعنی اکیدا توصیه میکنم اینجا را به هیچ عنوان اون سمتا نرید. خب دلیلش الان میفهمید. اصلا با اون آدمی که اونجا در میره لوت تو هرچی هم هست بیخیالش بشید، چون نه لوت خاصیه که قرار بگیم وای الان تروفی میپره. اونا دلیلش دقیقا اون شخصیتیه که اونجا وایساده. یکی اینجاست، یکی همون بالا وایساده. بسیار انمی های کثافتی هن و میتونن حسابی اذیتتون کنن. خب اصلا جلو نرید. ما اصلا کاری به اون منطقه اون طرف نداریم. بیاین اینجا بچسبید و اونی که شیل داره رو سریعا دسپلوش کنید و ایشون هم کارشو بکنید. بیاین این بالا. میبینید به حضورمون شک کردن. بیاین اینجا. میبینید این شخصیت ها رو بسیار شخصیت های کثافتی هم و بد میزننتون. اصلا باهاشون شوخی نکنید. بیاین اینجا. دوست داشتین چالش تجربه کنید برین، ولی من اصلا دوستم توی باکتون دنبال چالش باشم و به خودم سختی بدم و از اینجور مثلا رست میکنم اینجا. و خب بچه اون پایین یه مرچنته. اینجا یه آیتم سرامیک شارد. سرامیک شارد و میام یه مرچنت بسیار خوبی هم هست بچه ها. این آیتم های خیلی خوب میفروشه. هر 3 مدل پرسا رو میفروشه که این 100 تاست. این 500 تا بهتون میده وقتی میتره کنید و اینم 1000 تا. خفن ترین پرس بازی که باجین کوین پرسه که شما بتره کنیدش 1000 تا گلد بهتون میده. اسکراب مگنتایت داره، اونگوس شوگر، آکوس شوگر، دراگونز بلاد دراپلت داره و پرسیمون حالت خرمالو که بسیار آیتم مهمیه که برای یکی از اندینگ های بازی شما این آیتم ها به شدت بهش نیاز داریم. البته جلوتر هم برمیداریم. فعلا من پولامو خرج این آیتم میکنم و پرسیمون ها میخرمش. اصلا نیازی نیست دیگه. فعلا
خیالمون راحته که اگر بمیریم هم اتفاقی برامون نمیفته. خب میام اینجا، میام بالا و میام میسم. اما اینجا بچه ها بیاین اینجا، بیاین اینجا و بشینید آروم. خب و این بالا نها کنید، یه رد. خب یکم برین جلو میبره پایین. خب آروم بذارین بره جلو و دست یکی دیگه هم جلو میان اینجا میشینید و آروم مثلا خرابکاری کردم، اشکال نداره. شما میتونید دسپلویش کنید. حالا من چند باری باید این مسیر رو بیام بهتون نشون میدم. این از این و بیان اینجا، یکی بالای سرمونه، بپرید و لبه رو بگین، بالا نرید، روش لاک کنید و از این پایین بزنید و کاراشو انجام بدید. خب دیگه اینجا فعلا کار نداریم، اما ما 2 تا مسیر داریم اینجا. یکی مسیر پایینه که باید بریم، یکم این مسیر بالاست. خب ما اول مسیر اصلیمون که مسیر بالاست اما مسیری که باید بریم مسیر پایین. یکم تریکیه مسیر. خب من خودم خیلی خوب نیستم تو انجام این حرکت، اما میخوام انجامش بدم که مهمم است. میام اینجا و گرفتمش. من زیاد اینجا میفتم پایین، یعنی چند باری باید کار رو انجام بدم. خب کار بعدی میام اینجا و این لبه را میگیرم. مثلا میخوام یه لحظه صدا اصلا داره میره، اصلا قشنگ صدا. خب اینجا مراقب باشید، لطفاً این سوسماراست. وای چه من نمیتونم اینو بزنمش، یعنی چی هستم. خب پویزن شدیم، خوبه. میتونیم در مورد یه آیتم توضیح بدیم به نام آنتیدوت پاودر. آنتیدوت پاودر زمانی که شما پویزن میشید آنتیدوت پاودر میتونه خط پویزن شما را کامل بخوابونه. اما اینجا میبینید یه دیوار بلند روش علامته. شما میتونید مثل پراسافشه لاست گراوند اینجا را به دیوار جامپ بزنید و برید بالا. و اینجا یه آیتم برمیده به نام وایت پینویل. ما این آیتم ها نیازش داریم و میایم اینجا. خیلی نیاز نیست اینجا بچرخید اصلا، چون آیتم عجیب غریبی نیست. خب میایم اینجا هیوی کوین و مانکی بوز برمیداریم. یه رو مشروبه، مانکی بوز یه رو مشروبه که بهتون میگم حالا کاربردش چی هست جلوتر بهش میرسیم. اما اینا انمی ها خیلی راحتن، فقط کافیه بپرید بالا. آریه نگاه نکنید قیافش ترسناک داره، اصلا ندارست. خب بلکان پاودر هم که گفتم قبلا چیکار میکنه. و اینجا میریم به سمت هدلس دوم و شدیداً بچه توصیه میکنم جلوتر نرید. اینجا میرسیم به سمت یکی از هدلس ها و خواهش میکنم مثل اون نامه اول بازی اگر برای جون ارزش قائلی برگرد، ما هم میگیم باشه برمیگرد. و بونفایر من دیگه هم اینجا کاری نداری. بچه ها اکیداً توصیه میکنم این زنگ رو نزن. این زنگ کاربردش چیه؟ بازی شما رو سخت میکنه، یعنی انگار رفته شما توی نیو گیم پلاس. اما اگر
اگر یه زمانی زنگ رو زدید که مثل من که الان میزنم میگه نوشته چی do not ring this bell، یه زنگ رو به صدا در نیار. خب اگر کنجکاو شدین ببینید چه اتفاقی میفته، اینو زنگ رو زدید مثل من الان، خب میبینید یه نوشته قرمز اومد و بلدیمن. خب اگر اینو زدید اشکال نداره، یه آیتمی داد به نام بلدیمن. به اون پایین خط من دیدین نگاه کنین یه علامتی اضافه شد پایین خط من، یعنی بازی شما عملا رفته توی نیو گیم پلاس و خیلی بازیتون سخت میشه. اما اگر این کار رو انجام دادی نگران نباش بگین وای چی کار کنم برم از اول بازی کنم، نه خیلی راحت میاد توی اینوینتوریتون این آیتما استفاده میکنید و بازیتون برمیگرده حالت نرمالش. ولی نزنید دیگه. خب میام سمت سمبل تمپل و این بار یه بونفایر برمیگردم عقب، اما حالا میخوام مسیر رو به سمت مسیر بالایی پیش ببرم. خب میام اینجا و دوباره اینجا میشینم، یک کم میرم جلو، همین وایسم تا این کامل روشا بکنه. خب صدای منم داره کم کم بهتر میشه، واقعا نمیدونم چرا یه دفعه صدام گرفت. خب میام اینجا و میام بالا و اینجا میپرم، اینجا میپرم. خب بچه اینجا یه باس فایته، مینی باس در واقع که باش کار داره. بعد میبینید باز هم مجسمه و چقدر مجسمه بچه، فرفرای قرمز و قرمز و سفید و اینجا یه فرفره رد اند وایت پینویل. خب میبینین اونجا اون زنگ است و بونفایرش که ما روشن کردیم. بچه خیلی بازی خوشگله، یعنی انصافاً بازی خیلی خوشگله، یعنی هرچی از زیبا. تازه بازی نسل 8 ها، اینقدر بازی خوشگله. فکرشو بکنید اگه این بازی مثلا توی نسل 9 ساخته میشد دیگه چی میشد. خیلی بازی خوشگله انصافاً، محیطای بازی بی نظیره مثلا. اما دقت کنید اینجا رو بچه ها، میبینید ساختمونی که روی یک دره ساخته شده، هر دو طرف دره است. اما یه باس فایتی که جلوی روی ما قرار داره یک داستان خیلی خوشگل داره که بخشی از داستانش توی اپیزود اول متوجه شدیم. اما اینجا پرونده اون شخصیت اینجا به طور کامل بسته میشه. خب باس فایتی که ما جلویمون رویمون قرار داره باس فایتی هست که یک سلاح خیلی سنگین داره و همینطور زره فولادی، یعنی باس فایت خیلی باس فایت کندیه، اما دمیجی که میزنه دمیج بسیار وحشتناکیه، یعنی خیلی باید مراقب باش. این باس فایت با ضربات عادی شما یعنی قرار نیست بمیره، یعنی شما هر چقدر بزنیدش، پاسچرش
پر بشه دسپلوش بزنید این باس فایت نمیمیره چیه؟ این باس فایت نمیمیره. اما چطوری باید این باس ها خب بکشیمش؟ نگاه کنید اینجا دره است، دو طرف دره است. تنها راهی که میتونید باس فایت رو بکشی اینه که پرتش کنید پایین. چجوری پرتش کنید؟ شما وقتی میخواین دسپلو بهش بزنید طوری دسپلوش کنید، یعنی بیاین مثلا باس فایت اینجاست، خب اینجا دسپلوش کنید و شما بیاید روبروی دره وایسید و دسپلوش بزنید. سکیرو میاد پاشم میذاره توی سینه دشمن، سینه باس، و اونو پرت میکنه به سمت عقب. شما باید زاویه دوربینتون، زاویه دسپلوتون رو طوری تنظیم کنید که این باس فایت وقتی پرت میشه عقب بیفته پایین. خب باس فایت اولی هم که میاد یه دیالوگی داره که من بهتون میگم، ببینیم چه خبره. به احترام پسرم شمشیر تا بذار زمین. یه ما نمیتونیم، اون به ما میگه که تو یه احمقی. وای که اشتباه کردم. خب بذاریم میکنیم. داره دیوارا رو خراب میکنه. میگیری کانتر. عالی، خوبی عالی است. یعنی بعد دقت کنید رابرت کی بود؟ باس میمیره، میفته پایین و میفته تو قعر دره و میمیره و ما پریربید بعدی رو هم میگیریم و برس آف نیچر شادو این آیتم برای تروفی نیاز داریم و اینجا میمیره این شخصیت. اما اولی که اومدیم توی باس فایت گفت به احترام پسرم، به خاطر پسرم شمشیرتا بذار زمین و ما گفتیم نمیتونیم و به ما گفت تو یه احمقی. پسرش کیه؟ زمانی که ما باس انداختیم پایین در حینی که داشت سقوط میکرد فریاد زد رابرت. دیدین؟ بلند فریاد زد رابرت. اینجوری یه آیتمی داشتیم ما. بذارین من این از فیزیکال اتریبیوت بزنم و ما یک لول دیگه قوی تر شدیم. HP اون افزایش پیدا کرد و همینطور خط باز شده. خب یه آیتمی داشتیم به نام چی بود؟ اگر بتونم پیداش کنم اینجا شینوبی فایر کرکر. یا اتونه تو مرچنت اول بازی یا آیتمی خریدیم به نام رابرتس فایر کرکر. درسته؟ اینجا وقتی این باس فایت داشت میافتاد پایین گفت رابرت. ارتباط این دوتا چیه؟ تو آیتم شینوبی فایر کرکر نوشته بود رابرت یه شخص مریض بوده، خب به همراه پدرش اومدن ژاپن به دنبال جاودانگی تا بتونن جون رابرت رو نجات بدن. پس رابرت مرده. خب
رابرت میمیره. اما چرا میمیره؟ دلیلش رو جلوتر میفهمید. و این شخصیتی که ما باش مبارزه کردیم دقیقاً پدر رابرت بود. اومد گفت به احترام پسرم، به خاطر پسرم شمشیرت رو بذار زمین. و ما اینجا متوجه میشیم که رابرت مرده، چون پدر شاید پسرش رو تو همچین محیطی رها نمیکنه تنهایی دیگه، درسته؟ پس ما نتیجه میگیریم که رابرت مرده و ما هم پدرش رو کشتیم. اما این پایین 2 تا دیگه از این ماهی هست که ما برای اینکه کارمون رو انجام بدیم میکشیمش. اسم کار و این ماهی هم رو میزنیم. خب و میام اینجا، میایم بالا، میایم اینجا بالا و میایم اینجا آیتم. خب این بچه های پشت یه نفره، خیلی آرومی هم پشت سرش دسپلوش میکنیم. اینجا این شخصیت رو دسپلو میکنیم، لاک اونو برمیداریم و میایم این گوشه. اینجا دبل جامپ. من مطمئنم اینجا اینجا میشد. خب میایم این پشت، این شخصیت دسپلو میشه. میایم اینجا، ایشون هم دسپلو و این سمت یه دونه از ایناست، سگ. اون بالا بچه ها چند تا سگ هست که هیچ آیتمی نیست، یعنی نیازی هم نیست برین جلو. به من اعتماد کنید، نیازی نیست. خب اینجا این میمون رو میزنیم، اینجا میزنیمش و میایم جلو. بچه اون بالا 3-4 تا میمون هست که اینو میزنیمش. این پشت وایسید، من یه توضیحاتی بدم. یه گندلات اینجاست، یه میمون هم جلوش خوابیده. سریعا بچه ها میریم پشت سر اون گندلات دسپلوش میزنیم که اینا میتونن اذیتتون کنن. خب پس من سریعا ایشون رو دسپلو میکنم و میام به همین راحت. خب میام دیگه با خیال راحت لوتا رو برمیدم. اینجا هم یه خرمالوه و بچه ها نگاه کنید، جسدا رو میبینید دستاشون از پشت بسته شده و اینجا از تو پاهاشون بسته شده و اینجا مردن. پس فیزیکشون از قد و هیکلشون نگاه کنید، میشه متوجه شد که اینا بچه بودن. میبینید چقدر جسد اینجا افتاده. اینا همش انوایرمنتال استوری تلینگ بازی ها، یعنی دقت باید. و اونجا هم جایی بود که گفتم رفتیم بالا، یادتونه که اون 2 تا شخصیتی که اینجا بودن کشتیمش و گفتم با این شخصیت ها مبارزه نمیده. یکیشون اینجاست، یکیشون هم اون پایین تر بود. کاری به اونجا اصلا آیتم هم آیتم مهمی نیست، اصلا نگران نباشید وای فلان آیتم ها بر نداشته بودم. دوست داشتین چالش تجربه کنید برید. خب میام بالا
باز هم میام بالا بالا و اینجا رو میپرم. خب اینجا یکم میام جلو و صدای تقییم که اومد برمیگردیم. میام این پشت با خیال راحت بشینید، عجله نکنید. ما اصلا عجله نداریم برای بازی جلو بردن. میبینید چون اگه میرفتین جلو 2 تا رد مستقیم توی صورتتون رو میتونستن خیلی اذیتتون کنن. حالا البته این فقط همین 2 تا نیست، این 2 تا را میتونیم یکیشون میره سمت راست یکیشون میره سمت چپ. آروم میام اینجا ایشون دسپلو میکنیم، میام این پشت و ایشون هم دسپلو. خب حالا میام اینجا این سمت و میام اینجا. و میای اینجا ایشون هم دسته بوده. پس دیدیم اگر اونا میدیدنتون اون شخصیتی که این بالا بود و این شخصیتی هم که این بالا بود شما رو میدید و میتونستن 4 تایی پدر شما رو در بیارن. ببخشید، یعنی عملا خیلی اذیتتون میکردن. پس ما به راحتی هر 4 تاشون رو کشتیم. و اینکه چرا اینجا اینقدر رته، یادتونه تیلبوی نامه به اون داد، گفت جاسوس قاتلی هستن که از سمت معبد سمپو اومدن، درسته؟ و اینجا معبد سمپو تمپله. این نه، این منطقه رو از کلا بهش میگن سمپو تمپل. میرسیم به سمپو تمپل، جلوتر خواهیم رسید بهش. اما اینجا شخصیت هایی هستن که بیان اینجا و اینا حتما اینا دسپلو کنیدن. هزار پا چی میگه اینجا؟ اصلا 1000 پا یعنی چی؟ چرا توی بدن اینا 1000 پا؟ لامپ آف بدبکس آیتمی که نیاز داشتیم برای آپگرید و دیگه اینجا کاری نداریم. بچه اون شخصیت هم نامیراست، بزنیدش دوباره ریسپان میشه. پس خیلی خودتون رو اذیت نکنید بگیم وای الان بیاین اینجا سریع بیاین بالا. خب برم اونجا نمیرم. خب بیان اینجا یه فیسکولاب هشه بالا برمیداریم. میخوام بچه مسیرم رو به این سمت ببرم. خب اما بیا قبلش این بالا های سیت دقیقا میبینید پر سگه به این صورت با خیال راحت یه سگ دیگه هم یکی که بیشترن یکی دیگه خب دیگه هم هست یکی دیگه بیشتر نیست و خیلی صورت هست. خب
یه دونه اینجاست مارمولک میکشیم، یک کم اینجاست. تمام. اما بازم از این موجودات میپریم، میپریم ایزی این، یعنی راحت کیل میگیریم. ما میام اینجا، من میام اینجا، پرش کیل. خب بچه اون تقصیر میدواسه فعلا باهاش کار نداریم، اونم نمیتونه باشه اون کار داشته باشه. این هم یه شخصیت دیگه. خب دو تا اینجا انمی هم. خب اولین کاری که میکنید ایشون رو میکشید، بعد سریعا ایشون رو میکشید و میریم باز. تمام. میریم خیلی ایزی، راحت و میایم. خب یه نفر بذارین موزیک بازی تموم بشه و باز دیسنگیج بشه. خب اشکال نداره، اون کاریتون. بذارین در مورد این باس یه توضیح بدم. این باس خیلی باس راحتیه. فیز اولشه که به راحتی با دسپلو میگیریم، میریم بالا و میپریم سرش. فیز اول یکش با دسپلو میزنیم. اما فیز خط حفظ دومش دیگه ما رو دیده دیگه و شروع میکنم با اون مبارزه کرده. اما روشی که با این باس فایت قرار مبارزه کنه، این باس فایت خیلی راحته. شروع میکنه، دو تا چنگک داره، دیدین نمونه کوچیک‌ترش ها، اون نمونه بزرگ و باس فایتشه. دو تا چنگک داره که به صورت اینجوری 1 2 3 4 ضربه میزنه، بعد یه مکس کوچیک دوباره 1 2 3 4 5 یه مکس کوچیک و یه تک ضربه میزنه. شما باید ببینید 1 2 3 4 دیفلکت میکنید، ببینید 1 2 3 4 پشت سر هم دوباره یه مکس کوچیک 1 2 3 4 5 یه مکس کوچیک و دوباره یک. این حرکتیه که کل حرکتیه که باز تقریبا انجام میده. یه حرکت دیگه هم داره که دمیج غیر قابل مهارشه. خیلی تابلو میره عقب، دوتا دستشو باز میکنه و میاد جلو، اینجوری میزنه بهت. تنها کاری که شما میکنید یه دبل جامپ میزنید توی سرش و پاسچرش شروع میکنه پر شدن. باس فایت راحتیه، شرطی که طبق اون چیزی که من گفتم شما عمل کنید. حالا خودم میام تر میزنم. این فیز یک باس. اما فیز دو ببینید، دیدین دقیقا گفتم خودم تر میزنم. ترهبید بعد بلکم پاودر. من توضیح توضیح نکنم، من بهتره، جدی میگم. باسایی که اصلا من ایزی میزنمشون تو بافترو دارم چند خرابکاری میکنم. خب میایم اینجا، بعد کل مسیر رو برمیگردیم دیگه. اینجا باکسازی کردیم و خب بچه ها الان میتونم سیستم جیزو نه باندل جیزو استچو اینجا الان هم نمیتونم توضیح بدم. بذارین حالا یه سر فرصت مناسب توضیح میدم دیگه کاملش که با دیتیل شما متوجه بشید. خب اما اینجا این پشت نریم سریع بگیم آیتم وای برم بردارم، اینو اصلا اینجوری نیست. خب میان این پشت بچه ها ببینید، این پشت یه گندلات. خب میبینیدش
چی کار میکنی؟ برای اینکه راحت سیف باش مواظب کنی یه گاچین میزنی. همین. میایم اینجا یکم نگشت. خب حالا اشکال خب اینجا یکی دیگه این از این گندلاتا با شیلد و یه شخصیتی که همراهشه. ندیده اونی از این گندلاتا که شیلد چوبی دست گرفته باشن. بچه اینا خیلی بد میزننتون، یعنی میتونن واقعا اذیتتون کنن. مراقب باشید. بشینید بذارین اونا برگردن. خب آروم میان پشت و این رسولت میکنیم و تقریبا سختی این منطقه را ما پشت سر گذاشتیم. اینجا خب شوگر اینا میبینید بمب پرتاب میکنن دیگه سمتتون. خب میام اینجا و میام پشت بچسبین به این دیدن رو نباید میبینید قاعدتا آشکار. خب بیاین اینجا بچسبین پشت و بیاین اینجا. دیدین؟ خیلی راحت و ایشونو تمام. خب کاری که باید اینجا انجام بدیم، نگاه کنید اون جلو رو میبینید، اون شخصیت ها هستن که گفتم اونجا خیلی بد میزن. اینجا میدید 2-3 تایی ازشون وجود داره. خب ما نمیخوایم با این شخصیت ها درگیر بشیم. دقیقا جایی که اون شخصیت بایسته یکم عقب‌تر یه دره که ما بلافاصله، یعنی با سرعت هرچه تمامتر میریم اون در رو شروع میکنیم باز کردن و زمانی که شما تو انیمیشن هستید، حالا چه در باز کنید یا هر کاری میخوایم بکنید توی انیمیشن باشین دمیج نمیخورد از این شخصیت ها. در رو باز میکنیم سریعا میریم داخل این معبد سمپو بچه میریم داخل و میشینیم توی بونفایر. همین. خب بریم ببینیم اگر مثل بقیه شینکاری هم که تا الان انجام دادم انجام ندم میتونیم موفق باشیم. بیایم جلو وای نمیسیم و این در رو باز میکنیم. خب میبینید اینا هر چقدر میخوام بهتون حمله کنم جلو بیسا دمج نمیخورید. میان اینجا و موبایلتون رو اکتیو میکنید و یه رست هم میزنید. تمام. کل کاری که ما میخواستیم انجام بدیم. اما میایم بالا، میایم اینجا، میام اینجا و دراگون بلاد دراپلت رو ما اینجا برداریم. با این شخصیت بچه ها کار داریم. خب میام اینجا. اینا هم بچه ها نامیرا هست، یعنی میکشیدشون دوباره بلند میشن، یعنی انرژیتون رو صرف این شخصیت های عوضی نکنید. میبینید دوباره بلند شد. خب میام اینجا یا آیتم بلکمن پاودر و مرغوز شد. خب و اینجا ما رست میکنیم یه فست ترابل. میام سوی سمت دیلپیلیتد تمپل. چرا؟ چون یه گرسید برداشته بودن میخوام بدم به اما که تعداد گرسیدامون بشه 8.
I'm glad. خب ما الان تعداد گرسنه‌ها میشه 8. خب میام پیش این شخصیت، یک کیویکون داره، اونم میخرم تو گلدام تا اون دیگه سیف بشه و میام پیش جناب آقای اسکالپچر و یه آپگرید میزنم. میخوام بچه الان شروع کنم آپگرید کردن شینوبی تولام دیگه کم کم، چون از اینجا بعد بازی مقدار سخت‌تر میشه و من به ورژن های قوی تر شینوبی تولام نیاز دارم. اینا میزنم. خب این متریال داریم، پول نداریم و نیاز داریم. ما به این دوتا ستاره کامل نیاز داریم، اما 400 تا پول میخوایم که یکیش آپگرید کنیم. من یه 100 تا میتره کنم. خب دوست عزیز با من صحبت و میتونم فلیمنت هم آپگرید کنم. اینا هم که حالا متریالش رو پیدا میکنیم و کم کم میخریم یا میخرم از آنایاما، یا اینکه میام باید بالاخره تا صبر کنم تا دراب بشه دیگه برام این دوتا که بتونن رو آپگرید کنم. خب شینوبی طول جدیدم بر نداشتیم دیگه، اما میخوام بچه ها برم سمت یه سایت کوست جذاب. خب و اون سایت کوست جذاب چیزی نیست جز این شخصیتی که اونجا نشسته بود. گفتم من کاری باش نداشته باشید فعلا، میخوام برم سراغ اون. اما چی کار دارم با اون الان بهتون میگم. میام اینجا و میام پیش این شخصیت. یه گنده ای است از قبیله تاروتوب داره گریه میکنه. همه رفتن، همه منو ترک کردن. Where did everyone go? Why did you leave Kotaro behind? Now what do I do? میگه همه رفتن، همه کوتارو رو ترک کردن. چرا این کارا کردین با من؟ همونده کی صحبت میکنه؟ Why are you crying? میپاسیم چه گریه میکنی؟ Gone. I'm all میگه alone. همه رفتن، من Who's تنها everyone? موندم. Everyone? ما میگیم کی رفته؟ Who? اونا میگه همه. The spinning red and white flowers. Only one pure white flower. The pure white flower I cannot find. What? My head hurts. Sorry. I have no idea what I'm saying. I've got to find the pure white flower. خب بچه ها هیچ دکمه ای رو نزنید. بذارید من توضیح بدم در مورد اینجا. ببینید اومد گفت که همه رفتن، همه منو تنها گذاشتن. بعد گفت که همه فرفره ها پینویلا سفید قرمزن، فقط یه دونشون سفید خالصه، سفید یک دسته و من نمیتونم پیداش کنم. ما گفتیم چی؟ گفتیم چی؟ من هیچ ایده‌ای ندارم که دارم چی میگم و ایناست. من سرم درد میکنه و از اینجور حرفا. بچه ها توصیه اکید میکنم، ببینید خود بازی هم گذاشتش گزینه اول، فرفره سفید و قرمز را بهش بدید. تحت هیچ شرایطی گیو وایت پینویلا بهش ندید. ببینید چند بار دارم میگم
give red and white pinwheel. فقط و فقط اینو بهش بدید. خب یعنی هم بازی هم گفته آقا اینو بهش بده. اول گذشته اول میبینید. Is this what you're looking for? یا دنباله این میگردی؟ That's a red and white flower. میگه این I'm looking for فرفره a سفید pure white قرمزه. flower. I see. But you're trying to help. اما Thank you. You're a good man. A pure white flower. Yes, it flew away. Yes, that's right. The pure white flower flew away. میگه این که فرفره سفید قرمزه، این سفید خالص نیست که. بعد به خودش میگه که آره تو آدم خوبی هستی، احساس میکنم داری میخوای به من کمک کنی و اینا. بعد بچه ها شما دیگه گیو وایت پینویل رو بهش نمیدونم، میاد قسمت Suggest a Travel Destination خب و بهش میگه آقا برو پیش آنایاما د پتلر. ما اینو میفرستیمش There's a پیش peddler named Anayama near Ashina Castle looking for help. You should give him a hand. I mean, if everyone comes back, I won't be here, but I am pretty lonely. All right, I'll do it. I'll go and see. You should. You really are a good man. چقدر دوست داشتن یک کوتارو بچه ها ما گفتیم آقا شما برو سمت نزدیک آشیناکسه، یه شخصیتی هست به نام آنایاما د پتلر، برو اونجا، اون به کمک نیاز داره. اونم گفت که باشه من میرم ببینم چه خبره و قبول کرد. وقتی بیان بشین توی بونفایر و فست تراول کنید به سمت آشنا اوتسکت وال استیروی، یه چیز جالب میبینید، بهتون توضیح میدم. خب میام اینجا و میبینیم که کوتارو هم اومده اینجا نشسته پیش آنایاما. میایم با کوتارو صحبت. Oh, Mr. Shinobi. Oh. Hanayama is a good man. He called me here to mourn those who died in battle. We take off the armor, cleanse the body, and make proper graves. Times as they are, decent burials don't happen as much as they should. خیلی بی پدر آنایاما. میگه از اومدن ما که خوشحال شد. بعد گفت که آنایاما خیلی مرد خوبیه، اونایی که تو جنگ کشته میشه رو میگه زرهاشون رو در بیار براشون قبل بکن، چالشون کن و زرهاش رو بیار برای من. این بی پدرم میمونه زره و سلاح اینا رو میفروخته. Good sir, you have one hell of an eye on you. You found me a fine specimen. Not only is he strong, but he doesn't mind looting corpses neither. Thanks to you, I've got piles of weapons and I'm loaded with cash. Not to mention some new items in stock. Here, have a look. ازم تشکر میکنم. میگه همون چیزی که من میخواستم تو فرستادی، پیداش کردی. قدرتمند و احمق. دقیقا چیزی بود که گفت و میبینید دیگه کلی آیتم اضافه کرد. بالجین کوین پرس و هیوی کوین پرس اضافه کرد، فانتوم کونای، لامپ آف پتوکس، یلوگان پاودر، بلاگان پاودر، اسکراب مگنتایت و اسکراب آیرون و کلی هم شوگر یعنی اضافه کرد به شاپ خودش که ما به نوبت میام اینا رو همشون میخریم ازش. خب Thanks, baby. One day soon I'll be the top merchant. If you're ever in a pinch, I'll hire you in a flash. No. Oh, you're a hard fish to land, huh? In any case, come again soon. و میگه که من بهترین و ثروتمندترین فروشنده سرزمین آشینا هم و از اینجور چیزا و از این حرفای کلن آنایامایی که تو
تو بازی میازه که حداقل یه دونه اینطور شخصیتی وجود داره. بچه ساید کوست آنایاما کوتارو تقریبا تمومه، به جز دیگه هیچ کاری باش نداریم به غیر از خرید لوتاش که باید بیایم دیگه. ساید کوستش میره تا اواخر بازی، یعنی آخرای بازی دیگه. عملا یه پارت خیلی کوچیک از ساید کوستش مونده که دیگه ما با این شخصیت به غیر از خرید آیتمش دیگه کاری نداریم. پس ما عملا 2 تا از ساید کوست بازی رو بستیم. اما میخوام برم سمت سمپو تمپل، آخرین جایی که توقف میکنه مین هاله دیگه. اونجا من نمیرم که بعدم بهتون میگم دلیلش چی هست. میخوام بیام سمت جای خیلی جالب. خب و بذارین اول ببینم 1 از 4 برم اون طرف یا بیام بذارید من تصمیم بگیرم بیام اینجا یا بیام این سمت. بعد بیام آقا سمت اول هیراتا بهتر، گزینه الان بهتری است برای ما هیراتا استیتس. من فقط چک بکنم ببینم چقدر از ضبط من پر شده. 1 ساعت و 6 دقیقه فکر میکنم برای این اپیزود کافی باشه که ما اپیزود همینجا ببندیمش. آره ببندیمش. 1 ساعت و 6 دقیقه شد و کافیه برای این اپیزود. خوب اومدیم جلو. آره بذاریم چون خیلی کار داریم تو منطقه هیراتا، بهتره که اصلا بذاریم برای اپیزود بعد. خب بچه خیلی ممنونم از اینکه اپیزود 4 هم با من همراه بودید. رفتیم سمپو تمپل گشتیم، چند تا ساید کویستمون رو تموم کردیم و پراگرس خوبی داشتیم. چند تا میلیواز زدیم، یک سری داستان رابط رو فهمیدیم. خیلی راضیم، خیلی خوب زدیم پدرشا. البته درسته تو میلیواز خرابکاری کردن یه مقدار، اما اشکال نداره. فدا سرت بچه‌ها، همه میتونن. منم که تقریبا 400-500 ساعت من سیکل بازی کردم میبینید. منم میتونم خرابکاری کنم، منم استرس بگیرم، منم بمیرم توی جریان باز. هیچ مشکلی نداره، میبینیم و شکست میخوریم برای اینکه یاد بگیریم. اگر باختین مردید اشکال نداره، فدا سرت، برای تاریمون خودتون باید بمیریم تا یاد بگیریم، باید اشتباه کنیم تا یاد بگیریم. این امید داشتن، این استقرار داشتن که شما موفق میشید. بازی های سولز لایک یا سولزبورگ یا همین سکرو به شما درس استقامت میده، در آموزشتون میده برای بهتر شدن. پس نترسید بگیم فلانجا خرابکاری کردم، فلانجا مردم، وای من نمیتونم این بازی رو، چقدر سخت این بازی تمامش کنم. نه، من هم ویروسی مثل شما بودم، نمیگم الانم خیلی خفنم توی بازی کردن، نه، فقط به خاطر اینکه زیاد بازی کردم، زیاد تمرین کردم، زیاد گشتم تو محیط بازی را. تمام محیط ها رو با 1000 روش مختلف گشتن ببینم بهترین روش برای کشتن اینمی و پاکسازی محیط چجوریه. به این نتیجه رسیدم، باید نگاه کردم. من علامه 10 نیستم که بخوام بگم همه چیزا خودم فهمیدم، نه،
منم گاهی نگاه کردم مثل شما این دارین باکتری من یا شخص دیگه رو دارین نگاه میکنید، هیچ اشکالی نداره. بعد از اینکه کسی تمسخرتون کنه بگه وای چقدر نوبی دارید، یوتیوب میبینید داری گاید نگاه میکنی، نه اصلا اینجوری نیست و بسیار ازتون ممنونم. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. شروع کار منه، شروع کانال منه، اولین باکتری منه، طبیعت و ضعف‌هایی داشته باشم و سعی میکنم با نظرات شما روز به روز بهتر بشم. براتون آرزوی موفقیت دارم. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.